سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز داخل این ویدیو قراره بریم پادهای مختلف با قیمت‌های مختلف رو تست بکنیم، ببینیم که چه جور پادایی میدن. واسه همین قراره بریم به بازار اصلیش که میشه بازار مولوی، ببینیم که با پولی که ما داریم میتونیم چه پادی بگیریم. حدوداً قراره که 400 500 قراره که 400 500 تومان خرج کنیم، ببینیم که چه پادی گیرمون میاد. پس قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، چنل رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو گذاشته آل قرار بدید تا از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. پس بزنید بریم. امیر یه رخ بده. کمتر راه داره؟ چی؟ کمتر. اصلا تعداد نمیرم چی؟ یه دونه می‌خواستم چند گفتی؟ 550. به آقا پویا مبارکه. داشت ببینم کارو. قربونت برم. مخلص بیا بچه‌ها واقعا آدم گلیه. ببینم حالا. به یه کام بگیر سکسی. کام پویا، کام من. باش خودتو خفه نکن. آره بچه‌ها، آقا پویا هم گرفت. بعد الان بذار بریم یه جا بشینیم، بدیم دوربین دست کامرامن یه مفصل بگیره، آقا پویا هم یه توضیح بده. یه بارون منچستری هم داره میباره که آلودگی تهران رو بهش رو ببره. خب امیر رو بریم پیداش کنیم. حالا امیر، آره برو. یه توضیحات بده. 22000 پاک چند؟ 550. 500. بچه‌ها منم اینو 500 من بعد فرق این و اونم میگیم واسه کسایی که سیگاری میکشن. سیگاری نه سیگار. سیگاری کسایی که سیگاری هم سیگاریان مناسبه. نیکوتینش 20. بیا همزمان یه کام بگیره. این نیکوتینش بالای دوش کم. آره 20 نیکوتینش. این فکر کنم نیکوتینش 2 اینا باشه. تکنولوژی ها بیفته. آره بریم. وایسا تکنولوژی منم بیفته. وایسا بریم. 3 2 1. بچه‌ها کدوم بیشتر بود داخل کامنت ها بگید. الان باید بریم عکس تامنیل رو بگیریم. ولی بچه‌ها واقعا رنگ ماله خیلی سکسی. نگاه کنین. نه هولوگرام بهم میگن، ولی اثر انگشت روش میمونه. میبینید اینم که باشه. اینجاش هم نمایشگر داره. بچه‌ها سنگینه. از این نگیرید، این بگیرید. اصلا نگیرید بچه‌ها. آره خلاصه ویدیو تا همینجا کافیه و اینکه لایک کامنت سابسکرایب. ویدیو واقعا پرهزینه بود، حمایت فراموش نشه. دمتون گرم. آره 1,500 1,100 هزینه کردیم. و اینکه اگه ویدیوهای بیشتر دوست دارید، ویدیوهای بیشتر دارید، داخل کامنت ها بگید و تا ویدیوی بعدی فعلا پیس.